امیدوارم که حالا همگی خوب باشه. بریم برای آپدیت تحلیل ها و ترید های لایوی که انجام داده بودیم در گذشته. تقریبا یکی دو ماه زمان فاصله بین این ویدیوها افتاد. خب حالا به دلایل مختلفی موفق نشدم که زودتر آپدیت هاشون رو بگیرم، اما خب خدا رو شکر همه چیز مشخص بود: حد ضرر، نقطه ورود، حد سود و مباحث آموزشی که نیاز بود توی ویدیوها بهتون بگم که خیلی مهم بود و بازخوردها هم خیلی عالی بود. امیدوارم که ازشون استفاده کرده باشید. این ویدیوها رو کلا میخوام یک مقدار کوتاه‌تر در ارتباط باشون صحبت کنم، چون صحبت‌ها و حالا اون آموزش‌هایی که نیاز بوده رو قبلا بهتون توی ویدیوهای اولیه دادیم و فقط اینجا میخوام یک سری توضیحات مختصر، حالا بعضی هاشون شاید خیلی کم بشه، بعضی هاشون نه، ممکنه که حتی آپدیت بشن، موقعیت جدیدی براشون پیش بیاد، یا حالا یک نکته خاص آموزشی وجود داشته باشه که شاید یک مقدار بلندتر باشه، اما عموما ویدیوهای آپدیت کوتاه‌تر خواهد بود. خب این جزء اولین سهام هایی بودش که به هر حال تحلیلش رو انجام دادم. سهم شرکت عمران و توسعه شاهد و فکر میکنم حالا نماد بورسی عمرا بود اگر اشتباه نکنم. اتفاقی که توی این سهم افتاده بود اگر به یاد داشته باشید توی تحلیل قبلی این بودش که خب یک الگوی تری درایو شکل داده بود. اینجا یک ما الگوی QM داشتیم و خب الگوی QM رو البته از دست داده بودیم، صرف آموزشش بود که توی ویدیوی قبلی در ارتباط باهاش صحبت کردم و میخواستیم بر اساس الگوی تری درایو وارد معامله بشیم. و تحلیل هم بذارید که مشخصش کنم، فکر میکنم که حالا بذارید با این ارو مشخصش میکنم. این کندل بودیم، این کندلی که حالا براتون گذاشتم، بذارید که ستینگش رو هم درست کنم. اینجا تاریخ چهارشنبه 31/1/1401 این کندل شکل گرفته بود و توضیحاتی که دادم این بودش که خب اگر که من در زمان شکست این سهام رو شناسایی کرده بودم، ورودم رو انجام میدادم و حالا که این موقعیت ورود رو از دست دادم منتظر پول بک میمونم. خب ما توی یک کندل بعدش این کندل قرمز پول بک انجام شد، اما حالا به اون محدوده‌ای که ما می‌خواستیم نرسیده بود. اون محدوده کجا بود؟ این خط روندی که شکسته شده بود بر اساس همون استراتژی تری درایو. توی این کندل گفتم هر زمان ما اگر همینجوری این کندل ها برخورد نمی‌کرد و در نهایت مثلا اینجاها برخورد می‌کرد، روی این خط روند اینجاها وارد می‌شدیم. اوکی، چون یک خط داینامیک هست، پول بک بهش میتونه همینجوری پایین‌تر اتفاق بیفته. این نکته مهمی بود که فقط نیاز بود که در ارتباط باهاش توجه داشته باشید در زمان ورود. خب ما توی این کندل بعدی پول بک انجام نشد و در نهایت توی این کندل اگر دقت کنید اومد یک شادوی خوشگل به سمت پایین زد و اوردر ما که روی خط روند بود رو گرفت، به سمت بالا حرکت کرد و اگر حالا من این رو بیارم این برتر، کندل رو دقت کنید، کندل خوبی هستش، حجم معاملات مناسبی بوده و وارد معامله شدم. خب هدفهایی که داشتیم این خیلی مهمه. حالا ما 3 تا هدف داشتیم اگر به یاد داشته باشید، یکیش اینجا بود، یکیش اینجا بود. این یه مقاومت هفتگی بود که به هر حال توی تحلیل هامون باید در نظر داشته باشیم در ارتباط با این سهام. و هدف سوم و هدف این تری درایوی که حالا بر اساسش وارد معامله شدیم اینجا بودش که حالا توضیحاتش رو دادم. یه خط روند داشتیم اگر به یاد داشته باشید، گفتم ممکنه که قیمت به این خط روند واکنش نشون بده که فکر میکنم هم واکنش نشون داد. اگر که یک مقدار درست‌تر این رو بکشم، آره اینجا یک همپوشانی بین این هدف اول و این خط روند وجود داشت. قیمت به سمت بالا حرکت کرد، تقریبا فکر میکنم یک 20% گین داد، ولی یک واکنشی رو به این حالا خط روند نشون داد. یک اصلاح بسیار ضعیف رو انجام داد دیگه. کندل ها مشخصه، حرکت بسیار شارپ به سمت بالا و حرکت به سمت پایینش خیلی ضعیف بود. کاملا میشد متوجه شد که این صرفا داره نیروش رو جمع میکنه دوباره بره به سمت هدف بعدیش که اینجا بود اگر به یاد داشته باشید. خب به سمت هدف بعدیش هم حرکت کرد و تارگت من رو
زد. من اصلا تو این کندل خارج شدم. اینجا این کندلی که اینجا هستش خارج شدم با تعجب به تابلوخوانی. البته من خودم تابلوخوانی رو هم باش ترکیب کردم، اما نیازی هم نیستش دیگه. شما به هر حال میتونستید صرفاً بر اساس همین مباحث تکنیکالی بخواید از این سهم خارج بشید. و مورد دیگه ای که وجود داشت، اتفاقی که توی این سهام افتاد، حالا توی همه بازار، عذرخواهی میکنم، توی حالا تحلیل های شاخص کل هموز اگر دیده باشیدش، کاملا مشخص هستش که چه اتفاقی افتاد. بازار داشت به یک حالا سطح مقاومتی بسیار مهم نزدیک میشد و خیلی از سهام ها در مناطق میشه گفتش که برگشتی قرار داشتن، یعنی احتمال افت قیمتی براشون وجود داشت و ما این رو پله به پله با هم دیگه آپدیت کردیم و همراه بودیم با بازار تا زمانی که بازار به اون محدوده‌ای که می‌خواستیم واکنش نشون داد. تقریبا حالا سهام ها هم به همون محدوده ها واکنش نشون دادن، حالا در یک بازه زمانی، حالا نه دقیقاً یک روز، ولی خب میشه گفتش توی یکی دو هفته حالا یک سهام زودتر برگشت، یک سهام دیرتر اون حالا حرکت رو پایینش رو شروع کرد. اما بازار وارد یک فاز اصلاحی شد که حالا آپدیت هایی اگر نیاز بود، قصد ندارم خود این سهم رو آپدیت کنم، ولی حالا اگر خود بازار نیاز بشه جلوتر براتون توضیح میدم، اونها رو اصلا تحلیل های جدیدتری رو شاید براشون اعمال کنم. خب اتفاقی که افتاد این بودش که قیمت اومد به این محدوده رسید، واکنش ها رو ما دیدیم، ضعف در بالا رفتن قیمت رو دیدیم. شما اگر با تاچ شدن هدفتون هم نمیخواستید بفروشید، ما اگر به یاد داشته باشید یه چند تا حالا مورد دیگر رو گفتیم در کنارش. یکیش این بود، اینجا رو ببینید، قیمت اومده به هدف دوم برخورد کرده، واکنش داده، اینجا یک کندل چکش معکوس زده به سمت پایین، حجم معاملات بالا بوده، به یک سطح مهم واکنش نشون داده، بعد به سمت پایین حرکت کرده، دوباره اومده بالا و یک بار دیگه هم فرصت خروج رو در همون محدوده داده و میتونستید از بازار خارج بشید. اگر از اینها استفاده نمی کردید، من یک موردی رو بهتون گفتم دیگه، حالا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اینه، آره بذارید روی حالت هایکناشی هم ببرمش، فقط کندل هاش رو من یادم رفت تغییر بدم که حالا این هم از این. خب گفتیم چی؟ اگر که شما یک زمان مثلا مثل همین موقعیتی که الان براتون ممکنه پیش بیاد توی این سهام، چند تا تارگت دارید، مثلا یه تارگت اینجاست، یه تارگت اینجا و تارگت سوم اونجاست، شما میخواید اصلا بالاترین گین رو به دست بیارید، نمیخواید اینجاها هیچ سرویس سودی انجام بدید. خب در این صورت میتونید بر اساس این، وقتی که معاملتون رو وارد شدید بهش، مثلا توی این کندل ها که پول بک انجام داد، منتظر باشید که اگر که بازار اومد و این خط سوپر ترند ما رو در حالت هیکناشی، ببینید خیلی مهمه، من باز این چند تا از دوستان به مشکل برخورده بودن، خیلی نکته مهمیه، کندل ها حتما باید تو حالت هیکناشی باشن. اگر شما کندل هاتون رو تغییر بدید به کندل های عادی و بخواید از این سوپر ترند با این تنظیمات استفاده کنید، اصلا یک سوپر ترند شما تغییر میکنه، اصلا یک چیز دیگر رو به شما روی صفحه نمایش میده. خب پس این خیلی مهمه که کندل ها توی حالت هیکناشی باشن و بعد بیاید از این تنظیمات سوپر ترند 1 و 10 که بهتون توی جلسات آموزشی گفتم استفاده کنید. خب حالا اگر که اینجا با برخورد به هدفتون شما فروشتون رو انجام نمیدادید و مثلا حالا میشه گفتش که دیدگاهتون این بود که تا هدف سوم نگهداری کنید، میتونستید این رو روی نمودار قرار بدید، قیمت به سمت بالا حرکت کرد، هدف دوم شما رو هم دید، اما شما میخواستید به عنوان حالا نگهداری برای اهداف بالاتر نگهش داری، عیبی نداره. این سوپر ترند به شما کمک میکنه که در صورتی که توانایی داشت نگهش دارید، اگر نداشت اینجا میاد به شما سیگنال خروجش رو میده، فلش هم زده خودش دیگه توی این کندل. خب بذارید من حالا کندل ها رو توی حالت عادی بیارم. آره توی این کندل به شما خروج رو میده، شما میتونستید بیاید و مثلا حالا اگر من اونجا وارد میشدم به معامله توی این
کندل. اینجا مثلا کلوزش رو اگر ما بخوایم در نظر بگیریم میشه اینجا قیمت پایین باز شده رفته بالا بسته شده. اینجا مثلا بر اساس اون استراتژی به شما خروج داده شده. حد ضرر هم که 6% بوده. اینجا از معامله خارج می شدید. حالا بگیم 20% گین، ریسک به ریوارد 3.5. اگر همون حالت اول میخواستید گین رو به دست بیارید 30% گین و یک ریسک به ریوارد عدد 5. به همین سادگی و به همین راحتی. نکته دیگه این نمیمونه. فقط تنها موردی که وجود داره این هستش که حالا اصلا این سهم جذاب هستش در حال حاضر یا نه. گفتم من نمیخوام اینها رو چیس کنم، یعنی من هدفم صرفا آموزش دادن به شما بود. این که بخوام چیسشون کنم همینجوری آپدیت هدفم نیستش، مگر اینکه گفتم نکته آموزشی وجود داشته باشه. اما همین الان میشه گفتش در شرایط خوبی قرار داره. نمیخوام میگم فول فوکس نیستم روی این حالا سهام ها، خیلی وقت نگاهشون نکردم. ولی خب مثلا اینجا من اگر بخوام یک فیبوناچی رو هم بذارم، تنظیماتش رو بذارید که ببرم روی همون حالتی که ما استفاده میکنیم. اینجا اومده قیمت دقیق به 78.6 برخورد کرده، واکنش داده. اگر که حالا به حجم معاملات هم دقت کنید، حجم معاملات هم بد نبوده. میتونستید بر اساس حالا این استراتژی وارد شید، حالا یک حد ضرر رو هم برای خودتون قرار بدید. میگم هدف من واقعا این نیستش. الان من اصلا روی این فوکس نیستم که بخوام در ارتباط باش یک نظر قطعی رو بدم و صرفا یک چیز هستش، یک ایده هستش. پس این رو توی نظرتون داشته باشید و ازش امیدوارم که استفاده کنید.